بریم سخت خودمون گرمه. نه؟ الان گبرت ما آماده شد. کجا بری؟ جای. سلام و صبح بخیر. همتون گلیم. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. نوربندای چینل حمیده میدیا. امیدوارم که مرا همراه باشید. نوربندای مثل همیشه تشکر که در کل برنامه هایم قنجقیم بودین عزیزایم. امروز هم میخوایم قنجقیم باشین. دیگه همتون امروز رئیسم در پای خاک. گرچه یک روز دیگه هم قرار بود که بریم، متاسفانه نشد به خاطر از اینکه استادای مکتب مندیشنی از اومد دیگه، از خاطر خیلی ناوقت شد رفته نشد. امروز از نو دیک کده میخوای بازم بری در پای خاک. امروز هم که بلدشم گفتم در پای خاک لاله یازنیم و مادر یازنیم. خدا کلگیش را بیامرزه. دیگه میخوای امروز بری در پای خاک شی بچه‌شی بعد از 11-12 سال میخوای بره در پای خاک مادر جان خود، در زیارت مادر جان خود. دیگه همتون گلیم بخینم همراه باشین. کسایی که کدام عزیزش دمینجا خاکشی دیگه میخوایم شما عزیزام گوش کنید بریم. و اگر خواست خدا بود خاطر یگان تایشم تازه شد، امزی آقیل، امزی دیار، امزی آقیلی توبا دیگه خوش میشم واقعا که خاطرشم تازهش نه، خانه خره، زندگی خره، عزیزای خره گوش کنید دیگه. هدف از ما امیه که خاطرات بلدشم تازهش نه. این برد امروز در پای خاک برد که بردی که چه قصد دوره، چه رقم است، در کجا است نیست، بخینم یک جای وش کنیم. زیلم از خواهد درد ها اون پولش پنو پاک داره سه دانه ها چایرکی جایا بازم آمده در پای خاک آبی یازنیم. خدا رحمت کنه، خدا گناهایش را ببخشه، جنت نصیب کل اموات باشه دیگه. از اینمی راه آدمیه دیگه، آدم مرد دیگه، غیر از این مسیر دیگه هیچ مسیر وجود نداره.
این چی پیش چی پس هر کس به نوبت خماره مثل چی وری آلاف وری که نسل در نسل بور میشه کل اولی خلاص میشه کل دومیش میه آدمی هم اونمو رقمت گذا پیشنا موره پس نایش میه دیگه مقصد کلگی موره امیدواریم که جنت نصیبش باشه به بازماندگان کلگی صبر جمیل بیده از مو فقط اینمیه دیگه که بای در سر خاک شی یک نظر کنی یک دعا کنی بلدش دیگه فقط اینمیه دیگه خوشا به حالو کسی که او مخره موره کسایی که جوان موره واقعا درد خیلی زیاده مقصد درد جوان را خدا در هیچ کس نشان ندیه دیگه درد مادرم واقعا خیلی سخته درد مادر دیگه خدا ما میگیم در هیچ کس نشان ندیه درد مادر را باز ذات مهران بدیش یک دانه لاله‌ش هم خیلی جوان به رحمت حق رفته اینال دیگه مو امی خاک از را بلد نیسته بلده زو میگرده دیگه باش چقدر تا پیدا منم نه مقصد این نمیش کسته خاک مادرشه دیگه نالا ما این روز نمی اقص نظر مقصد پیش از این مگان کسم ده تشیو کده که ما مقصد شیومونو بعد از او موری از این لالش رو پیدایی لالي أمم أنا مخم أنا مخم با نفسه أنا مخم این میمال یه خانه دوستانش هم کس مکتب شه تینی یاز نه جان همین که دسترم زی خاکم ده نه از چند نفر از عضو فامیل شمایه از عضو فامیل از ما این خیلی زیاده البته خوار مسته برار مسته می مسته آچول مسته مادر مسته لالکته مسته خیلی زیاده خدا بیامرزه بخیر همگیش خدا بیامرزه تلوک سگ دی اونجا خاک مادر ما ایشم خاک لاله میام اونی طرف بلوتر خاک همیه میام خاک آچول میام باز شیو کست خاک خوار میام باز پالوی خاک مادرم کست خاک دختر لاله میاد خب بعد از چند سال است که اینجا ده بخیم بعد از 12 سال میشه که 11 سال میشه بعد از اون قدرم دوم یه ما که مادم بخی خاک مادر ما ناشناخته شده موقعی که ما اینجا بودیم اشتمان کردی مثلا سه جرد کردی اما دیگه سنی که سیماناش کنده شده سنگاش کلان معلوم میشه خدا واسه بیدی امور خوب مزایک کنم انشالله سایه مزایک کنم که دیگه هیچ خراب نشنه دیگه این خاک لاله میام خصد لالت شهید بده نه آه دیگه لاله هم شهید شد خدا بیامرزه بخیر انشالله رای آدمی زاد نمی است آره همگی ما یک روز دمی راه میری و تمهرانم نظر راده بلی تمام قبرستانی شه
عزیزان دل ای بود برنامه امروزی از مو. تا برنامه بعدی الله یارو نگهدارت. منتظر برنامه های بعدی ما باشه.